الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از روایاتی که در صحیح مسلم هست یک اصل را برای ما بیان فرمودند. این اصل در مورد ارتباط و روابط بنده با پروردگار هست که در روابطی که ما داریم با پروردگار خودمان چه چیزی معیار هست برای عباداتمون، برای گفتارمون، کردارمون، باورهایمون و تمام اعمالی که ما انجام میدهیم، چه معیاری برای پذیرش این اعمال و گفتار وجود دارد. الله متعال چه نوع اعمال و گفتار و کرداری را از ما میپذیرد و کدام دسته از باورها و اعتقادات را از ما قبول میکند. این اصل را رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از احادیث گوهربارش برای من و شما بیان فرمودند. این اصل این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. این یک اصل هست و معیار هست در روابط انسان مسلمان با پروردگارش. ان الله طیب، الله متعال پاک هست، پاکیزه هست، مقدس هست، پیراسته هست از تمام عیوب و نقایصی که شما تصور بکنید. ان الله طیب، الله متعال پاک هست در ذات خودش، در اسماء خودش، در صفات خودش، در افعال خودش، در احکام و دستورات خودش. ان الله طیب، الله متعال پاکیزه هست. و قطعا این گونه هست. یکی از نامه‌های الله متعال قدوس هست، یعنی این که ذات الله متعال پاکیزه هست و مبرا هست از هر گونه عیب و نقصی. ذات الله متعال ذاتی ستودنی هست، قابل ستایش هست، قابل حمد هست، قابل تمجید هست. تمام صفات کمالی را که وجود دارد انسان میتواند تصور بکند. بالاترین درجه این کمال را و این جمال و زیبایی را الله متعال دارد. اسماء الله متعال پاکند، زیبا هستند، اسماء الحسنا هستند. صفات الله متعال صفاتی والا هستند، برازنده ذات الهی هستند، صفات علا هستند، ویژگی های والا و برتری هستند. افعال الله متعال پاک هستند، یعنی بر اساس حکمت هستند، از ظلم و بی‌عدالتی مبرا و پاک هست. احکامی که الله متعال و شریعتی که الله متعال برای من و شما قرار داده پاک هست و بر اساس معیار عدالت و دادگستری هست، از ظلم و بی‌عدالتی دور هست. الله پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. پس بنابراین عبرت و معیار با کثرت نیست، با عدد نیست، کمیت چندان مهم نیست به آن اندازه‌ای که کیفیت مهم هست. زیرا که الله متعال پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. الله متعال میفرمایند که قل لا یستوی الخبیث و الطیب. ای پیامبر من اعلام بکن به بندگان من، به مسلمانان و به پیروانت بگو، این مطلب را بیان بکن. لا یستوی الخبیث و الطیب.
پاکیزه و ناپاک با همدیگر برابر نیستند. چیزی که پاک و صاف هست، از آلودگی ها مبرا هست، با یک چیزی که آلوده هست و گندیده هست برابر نیستند. قل لا یستوی الخبیث و الطیب. خبیث و طیب با همدیگر برابر نیستند. ولو اعجبک کثرت الخبیث. گرچه خبیث و ناپاک خیلی زیاد باشد، چشمگیر باشد، به چشم بیاد، اما فقط ظاهر هست، نزد الله متعال هیچ گونه ارزشی رو ندارد. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. آری، وقتی که ما این اصل و قاعده را شناختیم، فهمیدیم، درک کردیم که الله متعال پاک هست، پاکیزه هست، مقدس هست و فقط چیزهای پاک را میپذیرد، پس بنابراین بیاییم این قاعده و اصل را تطبیق بدیم در زندگی خودمان، در وجود خودمان، در ذات خودمان اینو تطبیق بدیم، در روح و جان خودمان اینو تطبیق بدیم، در عمل خودمون، در باورهای خودمون، در گفتار و کردار خودمون، در اعضا و جوارح خودمون اینو تطبیق بدیم که الله متعال پاک هست، فقط چیزهای پاک را میپذیرد، که الله متعال پاک هست و فقط چیزها و امور پاکیزه را میپسندد و قبول میکند. مالی که پاک باشد نزد الله متعال ارزش دارد. بدن و جانی که پاک باشد نزد الله متعال ارزش دارد و قبولش میکند. عملی که پاک باشد و پیراسته باشد الله متعال قبول میکند. اعتقادات و باورهایی که سلیم باشند، پاک باشند، الله متعال اونها را قبول میکند. الله متعال در قرآن کریم برای ما تمام این موارد را بیان کرده. مالهای پاک، جانهای پاک، اعمال پاک، باورهای پاک، گفتار پاک را الله متعال در قرآن کریم برای ما بیان فرمودند. در سیاق جریان احد الله متعال می فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خدا این گونه نیست که شما رو بر همین حالت و وضعیت رها بکند، بر همین حالتی که هستید. سره و ناسره‌تون از همدیگر جدا نیست، پاک و ناپاکتون از همدیگر قابل تمییز نیست. برای خودتون نمیشناسید شما پاک و ناپاک را، مؤمن و منافق را از همدیگر تشخیص نمی دهید. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. الله متعال شما را بر این وضعیت نمیگذارد حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه انسانهای پاک را از انسانهای ناپاک جدا بکند. انسانهای صادق را، اونهایی که ایمان دارند، صادقانه عمل میکنند، صادقانه به احد رفتند، اینها رو باید الله متعال جدا بکند از اونهایی که منافق هستند. پس بنابراین الله متعال انسانها را توصیف کرده، بعضی از انسانها را خبیث خوانده و بعضی دیگر را طیب خوانده، که الله متعال میخواهد انسانهای پاک را از انسانهای ناپاک جدا بکند. و قطعا این گونه هست، من و شما هم تشخیص میدهیم بسیاری از انسانهای واقعا ناپاکی هستند، آلوده هستند، نجس هستند، گفتارشون نازیبا هست، اعمالشون نازیبا هست، پندارشون و افکارشون، باورهایشون نازیبا هست، تصوراتی که دارند تصوراتی هست که شرم آور هست. بسیاری از این انسانها پاکند و بسیاری دیگر ناپاک. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. الله پاک است و جز پاکی نمیپذیرد. در مورد اموال ما میدونیم که بسیاری از مالها حرام هست.
بسیاری از اموال نجس هست. این لیاقت ورزش را ندارد که شما از آنها تغذیه بکنید. و اگر از مال حرام تغذیه کردید و اگر از مال نجس و ناپاک تغذیه کردید، این تأثیر سوء و منفی در وجود شما دارد، در زندگی شما دارد. خود جان شما را، بدن شما را، وجود شما را آلوده می کند. الله متعال در آیاتی که در مورد غزوه بدر نازل فرموده، این آیه هست که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله. کافران مالهایشون رو در راه سد کردن و ممانعت ایجاد کردن از راه الله متعال خرج می کنند و هزینه می کنند. فسینفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم یغلبون. اینها رو خرج می کنند، هزینه می کنند، بعداً افسوس می خورند، مایه حسرتشان می شود و مغلوب می شوند. والذین کفروا الی جهنم یحشرون. نهایتاً به جهنم می روند. در ادامه الله متعال می فرماید لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه فی جهنم فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. الله متعال این مالهای حرام را و این اموال ناپاک را، الله متعال میخواد که پاک را از ناپاک جدا بکند. اموالی که در راه باطل صرف میشوند، اموالی که برای جلوگیری از حق و حقیقت و واقعیت ها صرف میشوند، اینها اموال ناپاکی هست. خرج کردن این اموال در این راه مایه حسرت صاحبانشون و ثروتمندان خواهد بود. الله متعال میخواهد که اموال پاک را از اموال ناپاک جدا بکند و اموال ناپاک را هباء منثورا بگرداند و از بین ببرد. قطعا هم این گونه هست. همان گونه که جان پاک داریم، جان ناپاک هست. بدن پاک داریم، بدن ناپاک هست. مال پاک هست و مال ناپاک وجود دارد. این مطالب رو الله متعال بیان فرموده و همچنین در اعمال و در گفتار هم این قابل تطبیق هست. بسیاری از اعمال پاک و بسیاری دیگر ناپاکند. بسیاری از گفتار زیبا و پاک هستند و بسیاری دیگر ناپاک و آلوده هستند. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله مطالب دیگر رو در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. آری خواهران و برادران گرامی، الله پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. جانی که ناپاک هست، مالی که ناپاک هست، الله متعال اینها را به درگاه خودش نمیپذیرد. اعمالی رو که ناپاک هستند الله متعال آنها رو نمیپذیرد. اعمالی که خالصانه میفرماید من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. هر کسی که عملی رو انجام بدهد و در آن عمل غیر مرا شریک بگرداند، الله متعال میفرماید که من خودش را با عمل و شرکش را رها میکنم، چون این عملی رو من قبول نمی کنم، زیرا که این عمل ناپاکی هست. گفتار احیانا گفتار پاک هست، زیبایی هست، جز حسنات هست، جز اعمال نیک شمرده می شود، در ترازوی اعمال ارزش پیدا می کند. گفتاری که ذکر الله باشد، گفتار رسول الله باشد، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، تلاوت قرآن کریم باشد، وعظ و نصیحت و ارشاد باشد، اینها کلام پاک هستند، کلمه طیبه هستند. ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه. گفتار پاک رو الله متعال مانند شجره طیبه و درخت پاکیزه معرفی فرمودند. و مثل کلمة خبیثه کشجرة خبیثه. گفتار زشت، گفتار ناروا، گفتار بد، دروغ و تهمت و افتراء و دشنام، همه اینها مانند شجره خبیثه هستند.
شجره نامبارکی هستند که هیچ گونه اصل و اساسی و ریشه‌ای در روی زمین ندارد. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. عزت از آن الله متعال هست. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلام نیک، گفتار زیبا و گفتار پاکیزه به طرف الله متعال بالا می رود، صعود می کند به طرف الله متعال. و اعمال صالح این اعمال را و این گفتار را، کلمه طیبه را ارتقا می دهند و بلند می کنند، صعود می دهند و به الله متعال می رسانند. پس بنابراین هم انسانها پاک و ناپاک دارند، هم گفتار طیبه و خبیثه دارد، هم اعمال پاک و ناپاک دارند، هم باورها، همه اینها پاک و ناپاک دارند. الله پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. این پاک بودن، پاک فکر کردن، پاک گفتن، پاک عمل کردن، از اموال پاک تغذیه کردن، تمام اینها اساسی هست و بنیادی هست برای حیات طیبه و آخرت سعیده و مبارک. اگر ما می‌خواهیم که حیات ما حیات طیبه باشد، زندگانی ما زندگانی پاکی باشد، زندگی ما به مراد ما باشد، با درون ما، با روحانیات و معنویات ما همسو و موافق باشد، باید زندگی پاکی باشد. اگر ما می‌خواهیم که در آخرت سعید باشیم، خوشبخت و نیکوبخت باشیم، اساسش همین پاکی هاست در دنیا. این که انسان هم مالش را پاک بگرداند، هم جانش را پاک بگرداند، هم عملش را پاک بگرداند، هم باورهایش را پاک بگرداند. الله پاک هست و جز پاکی و غیر از پاکی الله متعال چیزی رو قبول نمی کند. چیزی که پاک هست، وقتی که ما میگوییم که پاک الطیب، یعنی اون چیزی که از هر گونه نقص و عیب مبرا هست. اگر انسانی در آن عیبی باشد، نقصی باشد، در اخلاقش مبتلا به رذایل اخلاقی باشد، مبتلا به اعمال ناشایسته و خلاف شرع باشد، چون این انسانی در واقع پاک نیست. انسانی رو ما میتونیم بگیم که انسان پاکی هست که از رذایل اخلاقی و از اعمال و گفتار ناپاک و نازیبا مبرا باشد، پیراسته باشد، هم گفتارش، هم قلبش، هم ظاهرش. چون این انسان رو میشود گفت که این انسان پاک هست. و اعمالی رو که انسان انجام میدهد، اگر این اعمال واقعاً پاک باشند، مورد رضایت الله متعال باشند، بر اساس دستور الله و به شیوه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، این اعمال قابل پذیرش هست و اعمالی که پاک باشند الله متعال اونها رو قبول می کند. مالی رو وقتی که ما میگوییم که مال حلال هست و پاک هست، یعنی این که در آن ربایی نیست، در آن حق مردمی نیست، برای کسب آن انسان راه صحیح و قانونی رو رفته، از راه مشروع آن را کسب کرده. این مال حلالی هست، مال طیب و طاهر و پاکی هست و الله متعال اینو قبول می کند. انسانی که ناپاک باشد، این نمیتواند که اعمال پاکی رو انجام بدهد. انسانی که وجودش ناپاک هست، از زبانش گفتار پاکی خارج نمی شود. قلبی که آلوده هست، با این قلب آلوده، این چشمی که انسان نگاه می کند به جاهای آلوده می افتد. وقتی که قلب ناپاک هست، این گوش
صدای ناپاک و آلوده‌ای را میشنود. زبان به آلودگی ها عادت می کند. دست و پای انسان اعمال نازیبا و ناپاکی را انجام می دهند. مال وقتی که ناپاک باشد جان را ناپاک می کند. جان انسان وقتی که ناپاک شد اعمال انسان ناپاک می شود، ظهور می کند، تبلور می یابد در ظاهر انسان، در گفتار انسان، در کردار انسان، در روابط انسان با پروردگارش و با بندگان الله متعال. پس بنابراین ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله متعال از هر گونه عیب و نقص مبرا هست و هر چیزی را که عیب و نقصی در اون باشد الله متعال قبول نمی کند. الله پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. نه تنها در دنیا، حتی در آخرت هم این اصل و معیار هست. الله متعال فقط پاکها را میپذیرد. انسانهایی که در دنیا خودشون را آلوده کردند، با این آلودگی ها الله متعال اونها را قبول نمی کند. گرچه مسلمانند، گرچه کلمه گوی لا اله الا الله بودند، گرچه اعمال خیری رو در دنیا خیلی انجام دادند و نیکوکار بودند، اما آلودگی هایی رو هم داشتند. تا زمانی که این آلودگی ها رو الله متعال از آنها دور نکند و از وجود آنها نزداید، این انسان شایسته ورود به بهشت نیست. زمانی که در قیامت الله متعال میخواهد که انسانهای مؤمن را به بهشت ببرد، اول آنها را در قبل از ورود به بهشت باید پاک بگرداند. قبل از این که وارد بهشت بشوند، بر روی یک پلی الله متعال تمام حقوقی را که ضایع کردند و حق کشی هایی را که در دنیا انجام دادند، مظالمی را و حق مردمی را که برگردن آنها هست، تمام اینها را باید پرداخت بکنند. اون ناپاکی هایی را که با خودشون آوردند اونها را باید بزدایند و کنار بگذارند. بعد از این که تهذیب شدند، بعد از این که پاک شدند، آراسته شدند، بعد از آن الله متعال به اونها اجازه میدهد که وارد بهشت بشوند. انسانهایی که گناهی را انجام دادند، الله متعال یا آنها را مغفرت بکند، ببخشد، توبه بکنند، استغفار بکنند که الله متعال آنها را آمرزش بکند، وگرنه در قیامت باید بروند در جهنم تا این که این زنگار گناه و این آلودگی ها از اونها دور بشود و پاک و صاف بشوند، مانند طلای نابی که در آتش ناخالصی هایش جدا شده باشد، و بعد از آن این صلاحیت را پیدا می کنند که وارد بهشت الله متعال بشوند. یکی از بهترین مواردی که اعمال انسان را پاک می‌گرداند، قلب انسان را پاک می‌گرداند، تصورات انسان را پاک می‌گرداند، تغذیه از مال حلال هست. انسان مسلمان باید بکوشد که از مال حلال تغذیه بکند، شغل حلالی را داشته باشد، از راه مشروع کسب درآمد بکند و از این مال حلال خودش را تغذیه بکند. در روایات داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که بدنی که از مال حرام تغذیه شده، خوراکش حرام هست، پوشاکش حرام هست، چیزی که می نوشد حرام هست و گوشتی که با مال حرام پدید آمده و بدنی که از مال حرام تغذیه می کند، انا یستجاب له، از چنین بدنی با این ویژگی ها چگونه الله متعال چیزی رو قبول می کند و استجابت می کند؟ پس بنابراین برای این که ما پاک باشیم، گفتارمان پاک باشد، از وجود ما اعمال پاکی سرچشمه بگیرد و با دست و پای خودمان و جوارح خودمان اعمال پاکی رو انجام بدهیم، باید این دستور الله متعال را و توصیه الله متعال را آویزه گوش خودمان بکنیم. توصیه‌ای که الله متعال به پیامبران خودش کرده، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ای پیامبران من شما از طیبات بخورید، از چیزهای پاکیزه تغذیه بکنید
از مال حلال استفاده بکنید و عملو صالحا و عمل صالح انجام بدهید. زیبا هست که الله متعال در اینجا حلال خوری را و استفاده کردن و تغذیه از مال حلال را در کنار عمل صالح انجام داده. یعنی این که خوردن مال حلال و تغذیه از مال حلال این بزرگترین سبب هست و بزرگترین وسیله هست که الله متعال به وسیله این تغذیه حلال انسان را موفق می‌گرداند به اعمال صالح. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. خوردن از طیبات را الله متعال در کنار عمل صالح در واقع در اینجا ذکر کرده. پس بنابراین از مال حلال تغذیه بکنیم، مال حلالی که در آن هیچ گونه شبهه‌ای نباشد و از راه مشروع آن را کسب کرده باشیم. اگر مال حلال را ما استفاده بکنیم، تغذیه ما حلال باشد، قطعا این بزرگترین تأثیر را در پالایش قلب ما دارد، در تزکیه ما دارد و وقتی که قلب ما تزکیه شد دعای ما مستجاب می شود، الله متعال قبول می کند و از قلب پاک و از بدن پاک اعمال پاکی سرچشمه می گیرد. پس بنابراین همیشه باید این رو آویزه گوشیم خودمان بکنیم و به خاطر داشته باشیم که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله متعال پاک هست و جز پاکی نمیپذیرد. با امید این که الله متعال به ما توفیق بدهد که اعمال خودمان را، گفتار خودمان را، باورهای خودمان را، ظاهر و باطن خودمان را پاک بگردانیم. شما را تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.